هم آب طبیعی. خب این آب بدون اسانس، یعنی آبی که از دل زمین بیرون میاد. ببین این آب خوردن داره. اگه سلامتی تو میخوای اینا رو بخور. بله. دوای درده. این آبیه که آیسون این کجا ییلا هر جا پیدا نمیشه. این کدوم ییلا آیسونه؟ ییلا چالاخونیه. خب میبینی؟ میبینی؟ زادگاه طبیعت. زادگاه بچگی. اینو پر کنیم چون اینجا یکم امکاناتش کمه، ولی مجبوریم اینو ببریم بالا محلی که ما داریم اونجا استراحت میکنیم. واسه شستشو خوردن همه چی خوبه. باید قدر این آبو بدونیم دیگه. این آب میدونی چند سال خدمت داره این همینجا همین چشمه؟ چند سال؟ از اول بوده دیگه. چند سال چی؟ از وقتی که انسان بوده این آب بوده. احسن. بعدش بگم که همین آب بالای 100 خانوار اینجا جواب میده. دارن استفاده میکنن از همین آب.